امروز جمهوری اسلامی با صدای رسا، بدون بیم، بدون اینکه از تهدید دشمن بترسد و مرعوب دشمن بشود، داره علیه ظلم، علیه سلطه، علیه استثمار و استکبار فریاد میکشه. این صدای رسا رو از دست ندید و این را بدانید که این شعار شما، مرگ بر آمریکای شما، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است. معلوم هم هست که مراد از مرگ بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست. ملت آمریکا مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار، معناش اینه. این دارای پشتوانه عقلانی است. قانون اساسی ما به این ناطقه، تفکرات اصولی و عمیق و منطقی بر این ناطقه و این رو برای هر ملتی که تشریح بکنیم این رو میپسندن و میپذیرن و قبول میکنن.